مثلا چند وقت پیش بنده خدایی به من میگفت که اسم میبرم دیگه، گفت آره من زنگ زدم به فلان شرکت فلان شخص، گفتم که کمپوست جوانه میخوام، پول کمپوست جوانه رو براش واریز کردم. بماند که بعد یه ماه 40 روز کمپوست رو من تحویل دادن. کمپوست وقتی رسید دستم دیدم کمپوست نه مارک داره، نه نشون داره، نه برگ باسکول داره، هیچی نداره، هیچی نداره. حتی راننده هم آدرس درست حسابی به ما نمیداد، یعنی معلوم بود که راننده رو از قبل بهش گفته بودن که هیچ نام و نشونی از این کارخونه نبر. اومده بودن مثلا به جای کمپوست جوانه کمپوست های متفرقه بی کیفیتی که تو بازار هست رو به اینا داده بودن. یعنی باید خیلی حواستون جمع باشه که تو تله اینجور آدم ها نیفتید. گول این پیجا رو هم نخورید، گول این 4 تا مشتری که دارن رو نخورید. خب این که حالا یه سری هم میان توی دایرکت به من میگن آقا شما چرا اینقدر منفی صحبت میکنی، چرا اینقدر موج منفی داری ساطع میکنی از خودت، چرا همش مثبت حرف نمیزنی؟ خب منم خیلی راحت میتونم بیام حرفای قشنگ بزنم، خیلی راحت میتونم بیام همه رو گول بزنم، حتی میتونم بیام پکیج بفروشم. من الان پکیجی که خودم دارم پکیج 2 سال تقریبا 96 بود این پکیج رو من دادم تو بازار، به خاطر اینکه کیفیتش اومده پایین، بی کیفیت شده. 2 سال 3 سال دیگه اصلا پکیج نمیفروشم، دنبال فرصت‌های خالی میگردم که پکیج جدیدم رو با کیفیت فوق‌العاده بالا بدم تو بازار. چون اول سعی میکنم به خودم احترام بذارم، بعد به مشتریم احترام بذارم. چون یه جوری بی احترامی کردن به مشتری رو یه جوری بی احترامی کردن به خودم میدونم. برای خودم ارزش قائلم، برای مشتریام ارزش قائلم و سعی میکنم که هر چی رو که میگم با صداقت باشه، صادقانه باشه، که اگر هم قراره بر این شد با کسی وارد همکاری بشم، دونسته با علم کافی دونسته وارد عمل بشه، نه اینکه چشم بسته بیاد بره یه کاری رو انجام بده بعد کاسه چه کنم بگیره دستش. الان هم با این وضعیت دادگاه ها و با این وضعیتی که هست و با این وکیلایی که هست کسی دیگه الان به حق حقوقش نمیرسه. خیلی باید حواستون رو جمع بکنید که بعدها کاسه چه کنم دست نگیرید. خیلی دقت کنید، خیلی مراقب باشید. کسایی میتونن توی این کار شما رو به موفقیت برسونن که خودشون توی تولید به موفقیت رسیده باشن، نه اینکه اون طرف خود